که شده شد و در بعدی در استقلالیت ما فهمیدیم که جلال‌الدین بلخی بوده است و جلال‌الدین بلخی شعر دارد. همین شعر من دوست می‌دارم. این شعر عرفانی است، با وجودت باید بخونی. این خیلی با راست ایستاده خواندن یا کشپلوزه نشود، اینا باید با وجودت بخونی. یار مرا غار مرا عشق جگر خار مرا، یار توی غار توی خواجه نگهدار مرا، نوح توی روح توی فاتح مفتوح توی سینه مشروح توی بردر اسرار مرا، نور توی سور توی دولت منصور توی مرغ کوهی تور توی خسته و منقار مرا، روز توی روزه توی حاصلی دریوزه توی آب توی کوزه توی آب دهیم بار مرا. بعد از این یک کلمه پس می شده، بعد میگه این تن اگر کم تنده راه دلم کم زنده، راه بودی تا شدی این همه گفتار مرا، یا هو یا من هو یا هو یا من هو، یار مرا غار مرا. این سینه را به غار مانند میکند. عشق در اینجا است، نه در سینه است. این چیزی عرفانی است. اشتباه است.